سلام خدمت دوستان عزیز. میخوام در مورد موضوعاتی همچون ماورا و جنها در مورد این مسائل با شما صحبت کنیم. خب دوستان عزیز، اولی که ما به صورت اتفاقی، حتی حالا جدا از حصار بند و موضوعاتی که باید همراه خود داشته باشی، اقدام به ورود در قبرستان کردیم. قبرستانی که ما رفتیم، این قبرستان دیگه مرده دیگه دفن نمی کنن و اینقدر تعداد مرده ها زیاده که دیگه جایی برای به تعداد اون دفن شدگان زیاده که دیگه جایی برای دفن جدید وجود نداره و هر قبری که داخل این ویدیو میبینیم زیرش مثلا حدود 13-14 حتی بیشتر نفر دفن شده، یعنی بارها و بارها روی هم قبر ایجاد شده و خدمت این قبرستان زیاده. و این که عرضم به حضور شما دوستان بهتون بگم که یه پیری که میبینیم داخل این ویدیو، پیری داخل این قبرستونه که اینجا یه آدم میطوری که دوستان میگن یه پیرزن خیلی خیلی گذشته است اینجا دفن شده. این پیرزن دچار مشکلاتی بوده، بعضیا بهش اعتقاد داشتن که براش خوب بوده، بعضیا به صورت اینکه ازشون ترسیده و ترس داشتن. حالا از این مسائل بگذاریم، ما قصد داشتیم بریم ورود کنیم به اونجا. حالا درسته با خودمون حساب بندی چیزا برده بودیم. بعدم اینکه بهتون بگیم از جمع ما خیلی فراوون داریم اسمای گوناگون و اینکه اینجور نیست که شما حالا یه موضوع دیگه هم بهتون بگم. بله، هست شما در مسیر یک شیطانی قرار بگیرید و همینطور برید تو مسیر شیطان، یعنی اینکه شما دارین از داخل کوچه‌تون رد میشین یا داخل اون مسیر شیطانی، در همون لحظه هست شما در مسیر شیطان قرار بگیرید، مورد آسیب قرار میگیرید. دو اینکه آسیب به فرزندش برسونید، با ریختن آب جوش به شما ورود میکنن، آزار ازتون میکنن و به جورای دیگه. و جن و اجنه به صورتی که راحت میتونه در وجود انسان وارد بشه از طریق آینه است. آینه چجوریه؟ یعنی شما بهترین نقطه برای ورود آینه رو میدونه. یعنی شما یه خانم میره جلو آینه، زمان سپری شدن اون جسم جلو آینه اون فرد خیلی طولانیه دیگه. شما حالا میبینم بعضی مردم هستن که میرن جلو آینه خیلی طولانی مدت وای میستن جلو آینه و خودشون رو نگاه میکنن. حالا جدا از خودشون نگاه کردن، اینکه یارو خیلی چیزایی دیگه حالا نمیخوام اونقدر بشکافم. و سعی کنین خانم ها اصلا جلو آینه قرار نگیرین به صورت لخت. بعضی عادت دارن لخت میرن جلو آینه وای میستن، این خیلی خطرناکه برای خانم ها. و جنیان و جن ماورا راحت در جسم یک زن راحت ورود میکنن، چون زن آسیب پذیرترن که انشالله دفعه دیگه توضیح بیشتر میدیم براتون. میخوام تا این بیشتر نشه دارم خلاصه بهتون میدم. اگرم مثلا در مورد یه موضوع دارم صحبت میکنم کارت میزنم میرم داخل یه موضوع دیگه میخوام خلاصه بشه در مورد چندین موضوع صحبت کنم. و این که جنیان تا کاری باشون نداشته باشی کاری به شما ندارن. گفتم که یکی این که در راهشو قرار میگیری و مسئله جداست، این که آسیب میرسونی مسئله جداست، این که در کارشو دخالت میکنی مسئله جداست. ولی این که شما داخل خونت نشستی و کاری نمیکنی که جن نمیاد اذیتت بکنه، الا یه جن خبیث از این جنهای غیر مسلمان، یعنی جنهای بد کردار باشه که کارش اینه، اونم بازم نمیتونه باعث مرگ شما بشه. یعنی چی؟ دچار آزار و اذیت شما میشه، شما رو اذیت میکنه، آزار میده، ترس به شما وجود میاره، ولی باعث مرگ شما نمیشه الا
گفتم در مواردی خواد که شما کاری کرده باشید، ولی که اینجوری که بخواد به شما آسیبی برسونه، ظاهر بشه جلو شما قبضه بشی، اصلا امکان نداره. چون نمیدونم چند نفر شما این مورد سرچ کرده یا میدونه یا بهش گفتن. جن براش هزینه داره اگر بخواد جلو شما ظاهر بشه و شما قبضه بشه. فقط جلو افرادی ظاهر میشه که توانش داشته باشن، ترس نداشته باشن و اینجور موارد. و جهت اطلاع بگم و کسانی که میگن ما رفتیم داخل خونه قدیمیه جن داره سنگ میزنه نمیدونم راه میگفت صدا بیاد، اصلا اینجوری نیست. شما باید اول احضار کنید. یعنی چی؟ یعنی قبل از این موارد شما احضار رو باید انجام بدید. این بخور که میکنن بخورات خاص داریم، نه هر بخوری هست. برای که این هر بخوری مثلا یه بخور داریم برای دست، یه بخوری داریم برای این که خوشش بیاد و بیاد سمت شما. و باید برای این مسائل شما جن و اجنه رو یا ماورا رو یا از خمون بهترین رو صدا بزنید و به اون مکان بیارید. وگرنه همین جوری که شما ورود بکنید به یک مکان و بخواین فیلم بگیرید اونا بیان سنگ بزنن و اذیتتون بکنن و فلان، اینا همچین چیزی نیست. ما خودمون بارها ورود کردیم داخل خیلی جاهات و خونه ها میرفتیم، بعضی مشکل داشتن برای کمکشون ما میرفتیم و کار انجام میدادیم. و الان تصمیم گرفتیم به فیلم برداریم و اینکه شما را آگاه کنیم، چون دیدیم داخل فضای مجازی خیلی ویدیوها ساخته میشه و افکار شما را تحت تاثیر قرار میدن، کلیپ های ساختگی و بسیار مسخره. حالا ما بعدا بیشتر میپردازیم به این موضوع. منم دارم راه میرم، الان یه جایی هستم صدامو ضبط کردم و ویدیو گذاشتم، چون اون مکان نصف ویدیو نشد صدا رو بگیرن و میکروفون باتریش تمام شد. ما دروغ نمیگیم، میگیم میرفتیم اونجا جن زد میکروفونمون رو قطع کرد، دوربینمون رو خراب کرد. اصلا موضوعاتی نیست. شما تا احضار رو نکنیم هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. شما رهگذرید دارین رد میشین، حتی در قبرستان. بله در مسیر جن قرار بگیرید. گفتم بهتون شما در مسیر جن قرار بگیرید. بله دیگه خیلی ما با خودمون چیزایی که لازمه میداریم که اگر در مسیر جن قرار بگیریم آسیب داریم وارد نشه و دفع نشه و بعد از این مسیر شدیم بدون مشکل و این. ولی میگم شما تا کاری نداشته باشید کسی کاری به شما نداره. شما حتی در آخر شب نیمه شب روز جمعه 5 شنبه بدترین روز سال ما وارد بشین در قبرستان، به هیچ گونه اصلا به هر چیزی که بخواید تو ذهنت فکر بکنید امکان این نداره که آسیبی بهتون وارد بشه. میتونید راحت بریم راحت بیاین بیرون. تا آسیب نرسونید آسیبی به شما وارد نمیشه در صورتی که آسیب رسانید یا در مسیر جن ارواح قرار بگیرید. حالا این مکانهایی هست که آدمه ناکردار و پلید زیاد هستن که داخل خیلی قبرستون ها هست، مکانهای دور افتاده هست. ولی قبرستون ها هر جا شما هفته میتونید بریم در سر قبر یک موضوع او رو احضار همه اینا میشه انجام داد که اینا رو کم کم ما داخل کلیسای بعدی بهتون خونه مطلوب و سعی میکنیم به صورت واقعی به شما مشخص. یه چند تا شگرد ویدیو ضبط کردن هست که بهتون بگم الجنه جلوی دوربین گوشی نمیاد که شما ببینیدش که داخل ویدیو میبینید. در صورتی میتونید داخل دوربین ببینید، اونم دوربین های مدار بسته است. یعنی چی؟ دوربین هایی که مادون قرمز دارن میتوانند شاهد ضبط الجنه و ماورا باشن. یعنی چی؟ شما با این گوشی و تلفن نمیتونید شاهد ضبط الجن و
ماورا باشین. شما با گوشی تلفن چطوری میخواین رد اینترنت رو روشن کنین در این فیلم میگیرین مثل چیش خودتون ولی با ترین مدرسه نادون قرمز، یعنی دید در شهر مسئول فرق میکنه. یعنی شما سایه ها رو میبینید، گرد حاله رو میبینید، حتی جسم رو میبینید، حتی سایه، اصلا سایه هم بهتون در این سایه جسم هم بهتون بگم سایه که فکر میکنی نیست که بگیم سایه یه آدم شخص بلند، اصلا سایه ندارن که ببینید. اینا ارواح هم جسم نیستن که سایه داشته باشن، اینا روح هم میگن درختان، انسان، حیوان جسم روح داره. ما برای حل این موضوع چند تا راهکار دیدیم که میتونیم انجام بدیم، برای فراهم کردیم. یعنی اینکه ما با 4 تا دوربین یکی از دوربین‌ها دید در شب معلوم قرمز، دیگری برای ثبت حرکات خودمونه و باقی هم به اطرافمون دید ببینیم. حالا امکان داره اون ویدیو انسانی از اطرافمون باشه، شما ببینید سگی چیزی رو نه، ولی دوربین اصلی مادون قرمز هست که میتونه تصویر ماورا رو برای ما ثبت کنه. یعنی مادون قرمز قدرت ثبت این وقایع رو داره و این هم بهتون بگم دوستان، دنیای ماورا خیلی وسیعه. تایم ویدیو هم جوری باید باشه که ما بتونیم اندازه‌ای برایتون توضیح بدیم که هم شما بهتر متوجه بشین، همین که یهو ویدیو تمام نشه که چیزی متوجه نشه. خلاصه مجبور شدیم برای چند تا گزینه رو تو این ویدیو توضیح بدیم متوجه بشیم. تو ویدیوهای بعدی کارهای بهتر شگفت‌انگیز میشیم، تصمیم داریم چیزایی به تصویر بکشیم که شاید اولین بار باشه شما داریم میبینیم و از شما حمایت میخوایم. و اینکه اوایل ویدیو گفتم خانم‌های محترم خیلی مراقب آینه ها باشید. 2 سوره‌ای که لازمه روی آب بخونید، اینا رو براتون معرفی میکنم که یاد بگیرید برای حذف طلسم این چیزا، آموزش هایی بهتون میدیم ولی در کل تلاش میکنیم بیشتر این چیزها رو بهشون یاد بدیم. در قسمت هایی که ویدیو تار میشه لدرایی هست که شاید بعضی از دوستان اینجا اسم فامیلشون روی این قبر نوشته باشه، بعد در بستگانشون ببینن دوست نداشته باشن، راضی نباشن. و اینکه چیزایی که لازم بود رو بهتون گفتم، تو ویدیوهای بعدی تو محل براتون میشکافیم که بهتر متوجه بشین که چه کارهایی میتونیم انجام بدیم برای اینکه دفع اجنه کنیم. سعی کنیم در مسیر شیاطین و اجنه که قرار میگیریم. یعنی چی؟ شما از یک کوچه تاریک دارین رد میشید، خب میتونه اون مسیر اجنه یا جن باشه. خب سعی کنیم در اون مسیر صلوات بفرستیم یا سوره‌ای که بعداً یادتون میدم. سعی کنیم صلوات بفرستیم پشت سرم تا به راحتی از اون مسیر رد بشیم. اینجوری نیستم که بگم امنیت نداری، شاید بدون صلواتم رد بشیم هیچ مشکلی نباشه. در کل بهتون میگم خیلی راهکارها هست برای این مورد که انجام و اینکه هرچند داستان خودشون بعد اسمای خاصی دارن، بعد کارهای خاصی میتونن انجام بدن. این هر کدوم برای یک کار ساخته شدن. خداوند برای اینا رو فرشته هایی دیدن که زمانی که اون بالا بودن کارهای انجام میدادن که بعد حاضر میشدن برای خداوند سجده کنند، یعنی هم برای انسان و به فرمان خداوند برای در کل علاقه میدارم.
حالا میخوام یه چیزی براتون بگم که میاد. خب میخوام بهتون بگم که انواع میلیون ها داریم ما. خیلی سال میلیون اخبار را به نقاط جهان میرسن، یعنی اخبار رو، یعنی این اخباری که باید یک میگه از این اطلاع پیدا کنه میرسن. السریع میگن به کودکان زنی وقتی میگن بیرون یعنی به نام صالح میگن انسانهایی را که اخلاقشان را به بیان بمیشد و به واضحی آمده است. همانا یکی از برادران گرامی شما سالم آمد. هر را کن تردید نگاه یا صالح دفتر نویزی یک کتابی که یک کسی است که قطعا خلق شده بوده، تعدادی افراد توش میمیرن که این هم ویدیو داریم. بریم تا ویدیو بعدی.